السلام علیکم. دسته سلامتی نظمی زاد روز مبارک. ما شما آنلاین تبریک کردیم. روز خورسندی را امروزه روز شکرانتان را مبارک باد میگویم. ادیبایتی ساق سلامت باشه. پس از سخنهای گفتن نیت‌های نغزشون رسوندن انمی که تبریک کردن به فکر میدونه یا نه ولی ها انمی آن شخصیت هایی که برای شما زندگی را آوردن، برای شما تمام نیکی ها را فقط خرسندی هم میخواهند. ای رحمت. گفتن کلیت در جنتی من، دختر نازنین من، اولین تحفه خداوند که برای من آمد انا همین فرزند است. خاندان من به نور و صفا آورد، خاندان من به مهر و محبت آورد. من حاضر از چشم من دور باشم، بالای دل من به استاده. من هر وقت تلفن کرده از حال و احوالش خبر میگیرم، تلفن میکنم. برای من مهربان ترین است. یاد کردم شه ساق سلامت بیا با قطار تمام مسافران ساق سلامت گردن. بربی حسین جان فرزند همه شیرین ایو، لیکن برای پدر برای داده از همه مهربان و خبرگیرک دختر بوده. گفتن نیت‌های نقشنا برای من رسوندن. ما قریب 15 روز باز سیاری میبینیم، تلفن میکنن که قیمامک حسین جان زادروزی اوچیته خوشروکه تبریک کن. من اختر گپ نباشه، من میدونی داده چی میگفتگیشه. یاد کردم شه چه اساسی احتیاط کنه برای ما انا همین بخت کلونه. شما از نام قیمامک، از نام نادره خاله، از نام الهام جان، اکرام جان، از نام کلیناتون، از نام جیان هاتون صدقاً تبریک میگویم. نادره خاله که تبریک کردیم گفتن صحبت کردیم، گفتن هم خیلی خونی ما با آمدگیش به خونی ما پرفایز شد که حسین جان من وای روز اخواتینم برآورده نمیتونم. چرا گفتم به اولین فرزندی ما نه، اولین آمد که ما اونجا اندرون نشدگی انسانامون آمد. هر بار از حال و احوالش میپرسیم، خبر میگیریم. خدا بختش خوشبخت کنه، خوشبخت‌ترین زن دنیا باشه. برایش رساند که دخترم نسخه دل و جانم، آرزویم، امیدم، ارمانم. پا به پا بردمت به راه حیات، تا که باشی از سایه دستانم. هر چی دارم برای تو دارم، هر چی مانم برای تو مانم. اگر همان وقتی که کسل شوه ما بعد برآوردش کسل میشیم. وقتی که صحت سلامت باشه برای ما انا همین سلامتی ما و برای ما انا همین داروک. چه احتیاط کنه زادروزش مبارک باشه. همیشه انم خیلی 17 ساله شده، جوان و خوشبخت و خرسند شده گرده. گفته شما تبریک کردن از نام قیمامک، نادره خاله، از نام اوکاهاتون، کلیناتون، جیاناتون شما تبریک میگویم. زادروزتون مبارک شوه. نیت‌های نقصتون باشه اگر برای پدر مادرتون میگفته. خدا خواهد ساعتهای 10 با من تلفن کرد تبریک میکنم 10 اسرائیل با روزی دراز نصرانیشون نقش میگرده یو برای شما فقط خورسندی بگذار همیشه روزای نقص ببینیم. ساق سلامت بیه توی با سر و بر شده گرده. سلامت باشه. اینک عزیزان باز یک تبریک کننده نوبتی را صاحب جشن امروزه را تبریک کردیم. همراهشان از سمرقند فرستادیم خرسندی، خوشبختی و نیت‌های نیک را. البته از هواپیماها هم تیزتر می‌رود و کیفیت صاحب جشن را بالا می‌کند. امروزه صاحب جشن ما ادیبایتی بودند که از نام پدرشان قیمامک، مادرشان نادره خاله، از نام دادران الهام جان و اکرام جان، از نام کلین پاشا و جیان‌هایشان تبریک کردیم. پیشکش شما عزیزان کردیم. با ما باشید، کیفیت اعلا همراه شما باشد. دخترم تاج سرم، ای امید و باورم، تو مسیر زندگیم تنها تویی هم سفرم. دست تو آرام بشه قلب من عزیز من، تو مسیر سختی و تویی هم مسیر من. تو فرشته زمینی، تو برام بهترینی، تو یه نعمت الهی، یه قطره از خدایی. وقتی اشکات میریزه